وزارت مدافع تاجیکستان از پررو اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی ساکنان به ارتش خبر دادند. این نهاد با نشر اطلاعیه روز 29 نوامبر گفت نقشه دعوت در ولایت‌ها و تمام شهر و ناحیه‌های کشور پررو اجرا شده است. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز شده بود. وزارت از چند ولایت و ناحیه برای اجرای پیش از مهلت نقشه توصیف کرده است. این نهاد تاکید کرده است که با تلاش کمیسیاهای دعوتی شماره جوانانی که اختیاراً به ارتش می‌پیوندند سال تا سال زیاد می‌شود. این در حالی است که این دعوت هم شکایت از سربازشکار کم نبود. ساکنان از شهر و منطقه‌های کشور از ابله و فشار مقامات ناراضگی می‌کردند و چند حادثه بازور و مجبوری به خدمت بردن جوانان هم به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. از جمله در ماه اکتبر امسال نوار پربحث شد که به گفته مؤلفش لحظه ابله یک جوان در شهر کولاب است. وزارت دفاع تاجیکستان در واکنش گفت حادثه سربازشکار نبود بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر بود. اما نزدیکان جوان می بازداشت شده دست داشتن او در فروش مواد مخدر را رد کرده بودند.